شب 17 به 18 ماه سال 2024 در پاسخ به یک زنوزنی 4 روز قبل بین جوانان محلی و دانشجویان خارجی در یکی از خوابگاه‌های دانشگاه بین المللی قرقیزستان یک ازدحام عبارت از جوانان محلی به خوابگاه این دانشگاه در کنار شرقی شهر بشکک حمله آورده دانشجویان خارجی از کشورهای مصر، بنگلادش، پاکستان و هندوستان را بهرامانه لطوکوب کردند و حجره‌هایشان را غارت کردند. در پی این ازدحام آشوبگران در برش کوچه قربانجان، دادخواه و خیابان چوی جمع شده تا صبح تظاهرات کردند. آنها از زیاد شدن مهاجران در قرقیزستان شکایت کرده از مقامات تقاضا کردند که حادثه زنوزنی روز 13 مای را عادلانه تحقیق کنند و پیش روی افزایش مهاجرت را بگیرند. به نزد تظاهرگران سردار میلیته بشکک عظمت توکتانالیف آمد و برای تسکین دادن ازدحام خبر داد که در رابطه با حادثه 13 مای 3 نفر دستگیر شدند که هر سه‌اش خارجی اند و شهروندان خود قرقیزستان را تنها همچون شاهد به میلیته دعوت کردند و از مردم خواست تا به آوازه های بردروغ باور نکنند و خانه به خانه روند. اما ازدحام به این دعوت او گوش نداد و تا ساعت 5 صبح 18 مای در آنجا ماندند. وزارت تندرستی قرقیزستان خبر داد که در جریان بی‌ترتیبی های شبانه 29 دانشجوی خارجی آسیب دیدند ولی اکثر آنها را بعد رسانیدن کمک طبی جواب دادند. سبب بی‌ترتیبی ها زنوزنی شد که هنوز روز 13 مای رخ داده بود. معلوم نیست که آیا جوانان قرقیز به دختران دانشجو از مصر گپ پرتافتند و یا برعکس جوانان مصری به دختران قرقیز گپ پرتافتند، ولی نافهمی در همین زمینه باعث شده است که جوانان قرقیز و مصری از گریبان همدیگر بگیرند و مصری ها گویا قرقیز ها را لطوکوب کردند. در رابطه با این حادثه با اتهام اوباشی پرونده جنایتی گشوده 3 نفر را به حبس گرفتند. میلیته بشکک میگوید هر 3 دستگیر شده خارجی اند. این زنوزنی ظاهرا فراموش شده بود ولی صبح 17 مای در شبکه‌های اجتماعی نوار لطوکوب جوانان محلی از طرف دانشجویان مصری را نشر کردند و دعوت‌ها بلند شد که مردم باید جمع شوند و ادب خارجی ها را بدهند. بی‌ترتیبی‌ها در بشکک تشویش کشورهایی که دانشجویانش در این حادثه آسیب دیدند برانگیخته است. سفارت هندوستان در بشکک از همه شهروندان هند در پایتخت قرقیزستان خواست که بدون ضرورت به کوچه نبرایند و در خانه‌هایشان بمانند. سفارت پاکستان در قرقیزستان نیز از دانشجویان پاکستانی خواسته است که تا کاملا آرام شدن وضع به کوچه نبرایند. در همین حال رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچبک توشیف روز 18 مای در یک اظهارات ویدیویی از برخی طلب‌های گردیم آمدگان به ویژه در رابطه به مسئله زیاد شدن شماره مهاجران خارجی در کشور پشتیبانی کرد و از نام حکومت وعده داد که در این مسئله چاره‌ها اندیشیده خواهند شد.